پینار جانم، بسیار فکری عالی کردی. از این پس زود ضیافت میدیم. چی گفتی؟ این هفتهش را گذرانیم. خانم گونیش، با اجازت شما من میروم. تشکر زیاد. شبی خوش. خانم جانان، با کجا؟ آخر شب نه آغاز یافت. مادامی خودمون تنها مانده ایم، بیایید یک جا بازی کنیم. چی گفتید؟ با خدا من هم راضیم. با من خیلی معقول است. نامی بازی سرحد است. هر که خالی بامد جامدان را گرفتم می رود. من برای این پول حتی مادرم رو نمیشناسم. برای این پول یگان کس را پرانده می توانید خانم گونیش؟ نه جانم، تو این درجه نده. خیر، تو چی تیمور؟ با دادستان سابق این چی سوال است؟ لیکن فرزند آدم حدود ندارد. شخصی را که جانم میگویی جانت را میگیرد. ابلهی نابکار، با اجازت من میروم. ایستا تیمور. کمال شوخی کرد. همین طور نه کمال، لیکن شوخی هم حد حدود دارد. فرزند آدم حدود ندارد. شخصی را که جانم میگویی جانت را میگیرد. خیر میلش، یک قدم پیشتر میرویم. اگر برای این پول شخصی را کشتن خواهید، که را میکشید؟ خانم جانان، از شما سر میکنیم. انا سلا، انا من سلا را گرفتم، مرا پران. احمقی نکن کمال، مگر این خل میشود؟ خانم شیل، تیمور در نزدتان است. به این هم جدا شدن میخواهید؟ سلا را گرفته پرانید. هیچ کس شاهدی نمیدید. وعده میدیم. این سوال را از شخص دیگری پرسیده آقای کمال. برای خلنگ را زیر کردن با من پول لازم نیست. اگر این خلنگ را زیر کردن نتوانم، برای نرزیدنش است. خانم گونیش، با شما میگذاریم چون که در اول گپتان را گفتید. خیر، تو چی تیمور؟ تو که را شکار میکنی؟ یا اینکه دستم را آلوده نمیکنم گفته با دیگران فرمان میدی؟ البته این هم یک انتخاب است. به خدا حتی در اروپا این خیل ضیافت عجیب را ندیده بودم. ادرنالین رسما در اوج است. دوام دهید آقای کمال. به این هم یکم و دویم ماند. همین طور نه پینار؟ همسرم، گلم، مرا پراندن میخواهی؟ کمال، سلاحت رو گرفته دفع شو. به این هم هممون در هیجانیم. گرفته میروم، لیکن یگان کس نمیپرسد که من میشدم چی کار میکردم. من میپرسم آقای کمال، اگر شما میشدید کی رو میپروندید؟ تو را. یا که تو را. من به تو تا مزار گفته بودم پینار. کمال احمقی نکن. آخر شیطان تو را فریب میکند. شیطان حالا مشغول است، میترسد در مقابلم دیر میلرزد. به خدا حاضر از هوش میروم آقای کمال. اگر نگاه کردن نتوانی به سرت خلطه پوشانم. مرگت آسان‌تر می شود.
بس است آقای کمال. به فکری منم. تو رو میکشم. گرگلم، مرگم از دستی تو باشد. اینطور باشد من غالب شدم. پل هم از من شد. اما من میخواهم این پل را به یکی از شما هدیه کنم. خانم جانم، این پلها از همه زیاد به شما میزیبند. مرحمت. Kordan bir ateş yaktı seni, küllere döndüm. Sessiz bir dua gibi adını heceleyen dillere küstüm. Hani hep yanıldı, hani kederli خیلی زیبا. ağlayan دیوانه. sessiz bir dua gibi içinde saklı öksüz anılar. غمخوری فرزندانش است. راست گفته است. بهترین آشپز دنیا. از هیچ چیز نمیترسد. Geri verir mi bilmem. کس در نزد او حضور میکند. دلی نرم دارد. هرچند که بعضن از سنگ هم سخت‌تر می‌نماید. چیکار میکنی؟ هیچ. بچه ها رو خبر گرفتنی بودم. تو چی؟ دستشوی میروم. مایلش؟ Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından.
halim öyle. Ağla Feride, gözyaşlarım yağmur olup aktı kalbine. Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından, halim öyle. Ağla Feride, gözyaşlarım yağmur olup aktı kalbine. Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından, Amina, ما توانستیم همین قصه و میشوند. Yağmur olup aktı kalbine. Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından, halim öyle. آقای ایهان خب نمید به فکرم بیمارید. من خاطر رسم کمی استراحت کنم میگذرم. خاطر رسم مالش رفته چی؟ مالش دکتر آجریانی؟ نمیدونم. آقای ایهان چی شد؟ آقای ایهان صبح بخیر. صبح بخیر. اینقدر بر وقت با کجا؟ به نزد پدرم میروم. امروز روزی عیادت است. یک دو چیز آماده کردم، اونها رو نشان میدهم. بیا من تو رو میبرم. نه من خودم میروم. تو خسته می نمایی. اگر خواهی کمی دیگر خواب رو. خوابم نمیبرد فریده. چای دم کردم. صبحانه هم تیار است. اگر خواهی یگون چیز خورده خواب رو. مایلش میبینم. تشکر. فریده با پدر سلام رسان. میرسانم. آقای ایهان شما رو با بیمارخانه میفرستم. راستش رو گویم احوالتان خوب نیست. تا امروز خودتان رو توبت نکرده اید. هیچ نباشد از این پس توبت گیرید. مایلش یک خواهش دارم. مرحمت. به یک شخص زنگ زده میتوانی؟ مایلش با کی؟ آسیا کراکویونلی. لبای از حبسخونه؟ خانم آسیا نیستند اما. کیست؟ از حبسخونه زنگ میزنند. فهمو تو بیرو. لبای من خواهرش گونیش کراکویونلی هستم. همینطور؟ مایلش فهمیدم.
خسته نباشید. خوش آمدید. مرحمت. میخواستم آقای ایهن رو بینم. مرحمت. به این طرف گذارید. شناسنامه‌تان رو دید؟ مرحمت. ایهن یولمز بیمار بوده است. او رو به بیمارخانه بردند. به بیمارخانه؟ مرحمت. شناسنامه‌تان. برای چی آمدی؟ من که با تلفن گپایم رو گفتم. اما من به تو نگفتم که اتیلا اینجا در دستم است. باز یک دروغ دیگر. نباهت را فریب دادن آسان نیست. دروغ؟ تو تنها فرمانده کفایه نباهد پرانگوی میپرانم، اما درباره کودکا چیزی نگوی میلش. نه شرطنامه نیست. تو و دخترت را محافظت کنم گفته در نزد فرزندانم قدرم یک پنی پوچک شد. شرطنامه نیست. نه رویت و نه پولهایت را دیدن نمیخواهم. به امیر همش را میفهمانم. آن طرفش را خودت فکر کن. یعنی میگویی ها؟ دیگر با من گم نمیزنی؟ چی بودنی تهدید رو من به تو نشان میدیم، فهمیدی؟ از این 4 دیوار نمیبرای خانم نباید. پسرم. بله مادر. شما چی گفتن میخواستید؟ کو همان گپی را که مرا پشیمان میکرده است گوید مادر، شنوم. ادبکت آمد. به بیمارخانه رفته است برای معلومات ها. با دکتر یاسمن گپ زده است. دکتر همش رو گفته است. همه کارهای همسرت رو گفته است. خیر؟ اوه پسرم اگر دانی که برای کدام آدمان مادرت رو خور کرده ای. مادر شما حالا هم از یاسمن دست نکشیده اید؟ حالا هم دست نکشیده اید؟ به اینجا آمدن من خطا بود آخر. من میروم مادر. کودکایت زنده اند امیر. شما چه ها میگویید مادر؟ چه ها میگویید؟ همسرت به تو دروغ گفته است. همان را فریب داده است. در پس پنجره ماندنی مرا دانسته باز هم نگفته است. چرا ایستاده اید؟ چرا این جامدان ها حالا هم در این جایند؟ زود برارید اینها را، میرویم. پدر چرا سررسی میید؟ تا پرواز هواپیما چند ساعتی دیگر است. بر وقتتر برایم خوب است دخترم، باز دیر نمانیم. پدر؟ چی میخوایی؟ چرا آمدی؟ خواستم پلی خانه را به دستت دهم. تشکر. خیلی خوب. مایلش را وکنم.
پدر شما رو مهمانداری میکردم اما وقت نداریم. رفتن لازم. بخیر است دخترم. سفر دارید؟ بله. کار من نیست ولی امیر خبر دارد؟ تو از کارهای کرده پسرت خبر داری؟ از دختری من حساب نپرسو. رفته از گریبان پسرت دار. تشویق کننده ناموس و اخلاق آقای خیرالدین. پسری تو همسرش را فریب داد. میروی دخترم. امیر چی شده است؟ یگان واقعه روی داده است. امیر گپ زن. مادرت چی گفتند؟ راستش را گفتند گلرو. در عمرشان یک بار راستش را گفتند. دروغگوی بودن یاسمن را فاش کردند. تو چی گفتند میخوایی؟ من نمیفهمم. کودکا حالا هم زنده بودند. آخر من به خاطر او دستان مادرم را بسته پشت پنجره گذاشتم. چند هفته است که برایشان نگاه هم نمی کنم. خیر بگذار، با من رحم نکردی. آخر به مادر من رحم کن. تمام شد گلرو، تمام شد. دیگر با یاسمن نه مهر است و نه حرمت و نه شفقت. دیگر در من چیزی نمانده است. لبای پدر. چی؟ میروند؟ میلش پدر، میلش. یاسمن میرفته است. به او چی بودن فریبگری را نشان میدهم. رقم ماشین غالب را اعلان کن. امیر چی کار میکنی؟ یاسمن را از این کار باز میداری؟ اجازه دهم که کودکانم را برد. با دقت کارمندان BDA ماشین سبکروی رقم دولتیش 34 و 48 را نگاه دارید. ببخشید. لبای؟ محبوس ایهان یولمز در کدام حجره است؟ با دهلیز گردید. از آخر در چپ. تشکر. میخواستم با ایهان یولمز بخورم. او مرو انتظار است. از نزدیکانش هستید؟ بله. آسیا، خوب شد که آمدی. آسیا، فکر نکن که تو را به خاطر خودم جغ زدم. من وقت زیادی ندارم. چه حبسخانه چه بیمارخانه برایم فرقی ندارد. اما تو و فریده حیات شیرین و دراز در پیش دارید. التجا میکنم این بازی را با آخر رسان. فریده از این زیادتر غم نخورد. فکر میکنی برای من آسان است؟ وقتی که در نظرم است او را به آغوش گرفته نمیتوانم. به چشمانش نگاه کرده دخترم گفته نمیتوانم. هر دفعه میمیرم. آخر این طور باشد مان، بس کن. مانم که آنها آرام و نرفتن گیرند. بعد از مدت بسرمان بلا میشوند. برای آنها را گناهکار کردنم باید دلیل داشته باشم. لطفاً کمی مانده است. از تو مهلت میخواهم. آسیا، خودت را در خطر میاندازی. به این هم من مردم. مرا تکرارا میکشند. چه ها میگویی؟ فریده چی؟ من
تو زمانی که گونش کرکویونلی هستم به فریده ضرری نمیرسد. از تو تنها یک خواهش دارم، التماس به دخترمون به فریده هیچ چیز رو نگوی. سلام ببخشید، حجره ایهن یولماس در کجاست؟ به دهلیز گردید، از آخر دریچه. تشکر. سلامت باشید. ایهن یولماس در همینجا خوب است. بله. من دخترشون هستم، ممکن است او رو ببینم؟ اجازت برای وا خوردن نیست. خواهش میکنم تنها 5 دقیقه. تنها 5 دقیقه. برام. تشکر. فریده. پدر. فریده دخترم. پدر، کاش از رفتنم به امیر خبر میدادم. تو هیچگاه با عقل نمیشوی. او باید چیکار کند که تو کی بودنی او را فهمی دخترم؟ امیر زنگ میزند. تلفن را نبردار. کوبا من ده. پدر دیگه چیکار میکنه؟ کو زنگ زند بینیم. دیدی گل رو جواب نمیدهد. یک بار دیگر زنگ زد، شاید نمیشنود. امیر از پساتون است. ماشین را عوض کنید. ماشین را نگاه دار. زود باش. زود از اینجا یک تاکسی ها. پدر چی شد؟ همین خیلی لازم است یاسومن. حالا از من یگان چیز نپرس. چی شد آخر پدر؟
وقتی من همین خل بوده است اتیلا عمرم با تازه کردن خانه دیگران گذشت. یکی رو خانهش رو دیگرش رو باشد گذشته چرکینش رو تازه کردم. بعدی خرشان از آب گذشتن همه شد یک کارو کردن. من مرا گرفته پرت گفتن چون که میدونن جانان دهانش رو نمیکشوید. 3-4 تنگه داده دهانش رو میباندن. اما من خاموش نمیستم چون که چیزی از همه قیمتم رو و عزیزم رو گرفتن. تو رو گرفتن اتیلا. آتش غضبم رو تنها یک چیز خاموش کرده میتواند آن هم باشد انتقام. از همه‌شان انتقام میگیرم اتیلا. اول از فرزند پینار شروع میکنم. خیریدین؟ جونکی من خوش اومدید مادر جون. خوش باشید. بابایم چه حال دارند؟ خوب است. به شما سلام فرستاد. نبیره های شیرینم رو بیبوس گفت. هوا خوب شده است. نبیره هایم رو با باغ بر نگفتند. دخترم خیلی خسته شدم. یگان وقت دیگر نمی شود. مادر جان التماس بیاید یک سوال. مادر جان التماس. خیر دین رو چیکار میکنیم؟ آخر پدرتون هم نیست. او رو کی نگاه میکند؟ او رو هم میگیریم. این چی خیلی میشود؟ مادر جان ما او رو نگاه بین میکنیم. خوب مایلش. چه اما زیاد نمیستیم. کنی رفته لباسهاتون روی بس کنیم. من ماشین رو به کار دارم. امیر به فکرم این ناممکن است. آخر چطور صدی راهش میشوی؟ او به کجایی که خواهد میرود. هر کاری خواهد میکند اما به من دروغ گفته نمیتواند. از پیش خودش با حیات فرزندان و مادر من بازی کردن نمیتواند. امیر به تو یک چیز رو گویم. از پس زنی که تو رو دوست نمیدارد رفته خودت رو پس نزن. یاسمن به این نمیارزد. آخر دردی من یاسمن نیست گلرو. دردی من فرزندانم است. نه حیاتی نه و نه عشقی نه و هیچ کدامش به من لازم نیست. لطفاً تو هم فرا. آخر امیر من برای کمکی تو در اینجایم. گلرو من تنها حل میکنم. تو را به قدر ضروری به حیات شخصیم داخل کردم. به فکرم خطا کردم. فرا لطفاً. بعدی خطی بدیا ماشینی سبکروی رقم دولتی 34 AKN 48 در راهی بیکار من کرده شد. بعدی خطی بدیا. التماس گلرو فرا. پدر چی گپ است؟ چرا چیزی نمیگویید؟ امیر از پسمان است. امیر؟ از کجا فهمیدید؟ هر قشتی از کجای باشد فهمیدم. یاسمن ماشین رو داشتند. گلرو است؟ شما با گلرو چه علاقه دارید؟ مرحمت همش در جایش یکون کمبودی نیست. مایلش این رو نظارت بکنیم. خوب نظارت کنید. کنی بینیم یکون چیز است یا نه. مایلش حضور میبینیم.
فهمو. یاسمن در کجاست؟ در نیمه راه فرامده و تاکسی سوار شدم، مرا پس گرداندند. به فرودگاه میروند؟ بله، به فرودگاه. چی گفت؟ زود درو کوسا. آمدم کوسا گفتم. مایلش نکف. نکفیدم، بکف اومد. چی شده است پنور جان؟ نقشی با سلاح نشان دادت خیلی خوب بود. چند وقت باز تمرین میکنی؟ نه همش طبیعی بود. من مثل تو آدمی از روی نقشه عمل کننده نیستم، در فکرم میآفرم. خیلی نباشد، خیلی موافق آمد. با من نگر، تو با جانان شریک شده ها؟ با جانان؟ ایستا میفهمانم. بله آمد. خواست که پسرت رو گریزانم. چی؟ تو چی ها میگویی؟ او را از کودک گریزاندن من کردم، اما خون میخواهد. من هم مجبور شدم که تو را در بین گذارم. مادامه که من نمردم، او از پس کودک من است. آن زن احمق کودک مرا میکشد. داو شاید با او رسی. درو پیش دخترم. آن همین طور. بید رفتیم. نگاه دارد. ماشین را نگاه دارد. با او گوش نکن. راست با فرودگاه را. زودتر. یاسمن، چنان تو فکر میکنی آن طور نیست. یک چیز را نفهمیده قرار میبراری. شما از اول شریک بودید همین طور نه؟ برای همین با اون طرف خونه رفتیم. همه‌اش تحریزی کرده بود. به خانه آمدنی گل رو همه چیزهای در حق امیر گفته دروغ بودند. همین خیل نه؟ مایلش، من نقشه کشیدم. چرا همسری تو هم جوابی مثبت داد؟ با فکرم در طرف خانه گل را من به دست دختر ندادم، همین طور نه؟ مرا فهم آخی راسومان، برای حقیقت را دیدن تو دیگر علاج نداشتم. نه حقیقت و نه شما را میخواهم. یاسمن ایستا دخترم، ایستا گذشت دخترم. تمام دخترم، آرام شو گذشت دخترم، آرام شو جان نکن، آرام شو دخترم، آرام شو. سفرت به انجام رسید یاسمن. بیا به خانه می روی. بیا یک بار دیگر. ایستو جانکم. چی شد؟ با تو اینجا معقول نشد ها؟ معقول نشد. کنی زودتر. دیر کردی عقل. چرا جواب نمیدهد؟
کمی تستر رفته ایستادیم آخیر. جواب نگردان زودتر رو گفتم. چی شد جانکم؟ چی شد؟ با تو چی شد؟ شد جانکم. امینه دخترم آهسته، نغز دارید، باز نافتید. انا بینید میتاره مادر جون. امینه دخترم آهسته. با تو گفتم آهسته، زنجیرها رو سخت‌تر دار، سرت رو خم نکن، باز نافتی. هایش مادر جون. خیریدی؟ اینها کجا شدن؟ کنی زود در رو کشاید؟ پسرم در کجاست؟ در اینجا چیکار میکنی؟ شرف پسرم رو بیار. پسرت نو باید داد رسید. سفسطه نگوی پسرم رو میگیرم. در خانه نیست. همراه فریده به باغ رفتند. به باغ رفتند؟ چی شد؟ با تو چی شد؟ شد حاضر میرویم جانکم. بچه ها بیایید، خریدین زیق شد، میرویم. کنی زودتر بیایید. مادر جون حاضر میآید. شد جانکم شد. بچه ها بیایید، میرویم گفتم، زودتر. امینه مادر جون. امینه دخترم. امینه دخترم، من با تو گفتم که احتیاط شم، میافتی. چرا با من گوش نمیکنی؟ کنی خیز بیا جانکم. درد میکند، حاضر میگذرد. رفتیم جانکم. آهسته. خریدین. تو از کجا فهمیدی که پسرت در خطر است؟ میدونم شرف، میدونم در کدام باغ بودنش رو بگوی. من از کجا دانم؟ میکنه چی خیلی نمیدونی شرف؟ در اینجا یک کودک بود. نه ندیدم. من هم ندیدم. در اینجا یک کودک رو ندیده. یک کودک خود ندیده. من ندیدم. خدایا ببخشید، یک کودک خوردک بود ندیده. نه ندیدم. ای خدا، در اینجا کودک رو ندیده. با لباسای سفید. نه 9-10 ماه. ندیدم. من چی کار میکنم؟ مادر جان شاید او رو دزدیدن. مادر جان دادرم رو کی دزدیده است؟ میابیم آرا، میابیم. خیریدین در نزدش نیست. فریده خیریدین در کجاست؟ پسرم در کجاست؟ جواب ده. با پسرم چیکار کردی؟ پسرم در کجاست؟ شرف، من هیچ چیز رو نفهمیدم. من هیچ کار نکردم. قسم میخورم هیچ کار نکردم. امینه پسرم چیکار کردی؟ من زن از دیو رفتم. بعد برگشتم دیدم که خیریدین در جوش نیست. به خدا باور کن. با من گوش کن. با جانان یک شده. با پسرم چیکار کرده؟ شرف، من راست میگویم. یعنی پسرم در کجاست؟ به کی داده دو رو؟ من او رو به کسی ندادم. بچه ها شما گوید امروز به نزدمون یکون کس آمد. نه اومده است. بچه ها شما ندیده؟ نه ندیدیم. ما ندیدیم. فریده به نزدی پلیس نمیروم. التماس کنی پسرم. فریده کودک در کجاست؟ شرف، من راست میگویم.
ҷигари ман сӯхт. мон ҷигари модари ту ҳам сӯзад. чӣ кор карданатро медонӣ. ин барои хомӯш истоданат.